خوش اومدید بچه خوش اومدید به ویدیو دیگه. توی ویدیو قرارم هم دیگه داستان دیگه رو داشته باشیم. حتما ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب و زنگوله هاش رو هم بزنید. بریم واسه ویدیو بعدی، واسه ویدیو لیتس گو. این داستان هنوزم این ماجرا رو هضم نکردم و حتی تعریفش هم واسم سخته، اما با این حال همیشه توی ذهنمه. الان چندین سال ازش میگذره ولی هنوزم نمیتونم این اتفاق عجیبی که توی خونه خودمون اتفاق افتاد و فراموش کنم. وقتی بچه بودم همیشه از حموم توی زیر زمینمون میترسیدم. هر دفعه میرفتم داخلش فکر میکردم یکی پشت پردش قایم شده. برای همین میگفتم دارم میبینمت، که اگر احیانا کسی اونجا بود فکر نکنه خبر ندارم. ولی کسی اونجا نبود و همش ترسای خودم بود. بزرگتر که شدم این کار تبدیل به عادتم شد که هر وقت تنهایی میرفتم توی اتاق بگم دارم میبینمت. اگر میرفتم دوش بگیرم هم بازم میگفتم دارم میبینمت. از کار برمیگشتم دارم میبینمت. فقط میخواستم اگر احیانا کسی اونجا بود آماده باشم و فکر کنن که دیدمشون. یا آخر هفته وقتی 18 سالم بود مامان و بابام رفتن سفر. عروسی یکی از دوستاشون بود و بابام ساقدوش بود. بنابراین توی خونه تنها شدم و لااقل واسه مدتی از قرقرا و دعواهاشون راحت شده بودم. دوستی هم نداشتم که بخوام دعوتش کنم، واسه همین همیشه تنها بودم. شب اول همه چی اوکی بود. فیلم ترسناک گذاشتم. از رستوران چینی غذای مورد علاقه‌مو سفارش دادم و خلاصه اون کارایی که ازش لذت می‌بردم و انجام دادم. صبح روز بعد پا شدم برم سر کار. اون موقع پیک موتوری یه پیتزا فروشی بودم، اسمش برگن پیچ کافه بود. اون موقع پیتزای زیادی بردم. یادمه نزدیک $100 انعام گیرم اومد که اون موقع واسم خیلی زیاد بود. حدود ساعت 8 شب شیفتم تموم شد و برگشتم خونه. وقتی داشتم میرفتم سمت در دیدم یه ماشین ناشناس توی پیاده‌روی جلوی خونمون پارک شده. توی نگاه اول فکر کردم ماشین همسایه‌مونه، ولی خب دلیلی نداشت بخوان اونجا پارک کنن چون جلوی خونه خودشون جا بود. با اینکه عجیب بود ولی خب اهمیتی ندادم و رفتم داخل خونه. یه دوش گرفتم و پیژاممو پوشیدم. بعدش هم گفتم دارم میبینمت. طبق معمول وقتی از حموم رفتم بیرون اینو گفتم. نمیدونم چرا ولی دلم شور میزد و اون ماشینی که روبروی خونمون پارک بود دلشورمو بدتر کرد. من هنوز یه روز دیگه خونه تنها بودم. مامانم، بابام، جفتشون یه شهر دیگه بودن و هیچ دوست و آشنایی هم نداشتم. خیلی نگران شده بودم. ولی سعی کردم آرامشمو حفظ کنم. از پله ها رفتم پایین توی آشپزخونه تا غذای خودمو گرم کنم. از اونجایی که هر روز با پیتزا سر و کار داشتم حالم دیگه ازش به هم میخورد. واسه همین تو راه خونه برای خودم مکن چیز خریدم. 3 دقیقه گذاشتمش توی مایکروویو و توی افکارم غوطه ور شدم. از آشپزخونه اومدم بیرون و نشستم توی هال تا ببینم تلویزیون چی داره. من یه بچه مثبت بودم. فقط دنبال کانالای کارتون و اینجور چیزا بودم. دوباره بعدش گفتم دارم میبینمت. ناگهان حس کردم که دلم ریخت. لحظه‌ای که کل زندگیم خودمو براش آماده کرده بودم حالا رسیده بود. چیزی که هرگز فراموش نمی‌کنم و از ذهنم پاک نمیشه. از گوشه چشمم دیدم یه سایه بلند هیکلی پشت پرده قایم شده. آروم شروع به حرکت کرد. زبونم بند اومده بود. بند تنم مرمور شد و مغزم هنگ کرده بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. آب دهنمو قورت دادم و سریع فکر کردم که حرکت بعدیم چی باشه. پرده دوباره تکون خورد. سر جام فریز شده بودم. پرده آروم باز شد و یه مرد کاملا سیاه‌پوش اونجا وایساده بود. سرش به سمت راست کج شده بود و مثل قاتلا به هم نگاه میکرد. 2 طرف دهنش بریده شده بود و هنوزم داشت ازش خون میچکید. چشاش پر از خشم بود و داشت با لبخند پهنی به هم ظلم میزد و میگفت منم دارم میبینمت. صداش کلفت و خشدار بود. بعدشم یه چاقوی بزرگ از جیب پشتیش در آورد و گرفت سمت من. فوری فرار کردم و اونم افتاد دنبالم. مثل فشنگ از در زدم بیرون.
وقتی واسه بستن در نداشتم چون ممکن بود دستش بهم برسه. وقتی دویدم بیرون داشت بارون میومد، همه جا تاریک بود و فقط تیرای چراغ برق روشن بودن. خوشبختانه یکی از همسایه های اون برای خیابونمون پلیس بود، واسه همین مستقیم رفتم سمت خونشون. درشو زدم و انقدر محکم کوبیدم که مشتم خون اومد. نگاه کردم به پشتم و دیدم اونجا وایساده. دیگه دنبالم نمی اومد، ولی همونجا وسط خیابون وایساده بود و به من زل زده بود، با همون لبخند و همون چشمای روانیش. بالاخره همسایمون در رو باز کرد. با دو رفتم داخل و بدون هیچ توضیحی به همسایمون در رو پشت سرم بستم. از پنجره خونش به بیرون نگاه کردم ولی هیچ رد و نشونی از اون مرد نبود. هنوزم ممکنه یه جایی همین دور و برا مخفی شده باشه. هر دفعه به این ماجرا فکر میکنم، با خودم میگم اگر هر بار که میرفتم داخل اتاق نمیگفتم دارم میبینمت، چی میخواست بشه؟ خیلی ترسون. من الان 36 سالمه، اما این اتفاق وقتی 18 سالم بود افتاد. از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم و داشتم میرفتم سر یه کاری. البته نه یه کار درست حسابی، یه کار معمولی. خب مسلما دلم نمیخواست توی مکدونالد آشغال کار کنم. تنها شغلی که کمتر مزخرف بود کار توی فروشگاه بود. برای همین تصمیم گرفتم برم اونجا کار کنم. مدیرش ازم مصاحبه گرفت و قبولم کرد و خیلی زود به عنوان صندوقدار فروشگاه مشغول به کار شدم. 2 هفته اولم خیلی عالی بود تا اینکه یه همکار جدید به نام جیمز اومد. جیمز 63 سالش بود. میگفتش که قبلا توی ارتش کار میکرده و توی جنگ کره هم بوده. اولش به نظر آدم خوبی میومد تا اینکه دیدم اکثر روزها بوی گند آشغال میده. وقتی سالگرد 10 ساله شدن فروشگاهمون رسید، همه واسه جشن رفتیم خونه جیمز. تا پامونو تو خونش گذاشتیم بوی گوه به دماغمون خورد. موقع شام جیمز با یه چیزی شبیه سوپ گوجه فرنگی اومد سر میز. یعنی از رنگش اینجوری حدس میزدم، ولی وقتی خوردیمش مزهش یه جوری بود. مهمونی تموم شد و داشتم رانندگی میکردم سمت خونه، ولی خب خیلی خواب‌آلود بودم. روز بعدش توی تخت بیمارستان چشمامو باز کردم. مامانم داشت گریه میکرد و بابا سرشو با ناراحتی اینور و اونور میکرد. بعد یه دکتر اومد تو اتاقم و بهم گفتش که با ماشین زدم به ستون و دستم شکسته. بعد یاد سوپ جیمز افتادم. به دکتر گفتم که به پلیس زنگ بزنه. وقتی اونا رسیدن ماجرا رو براشون تعریف کردم. تا اونجا که اطلاع دارم پلیسا رفتن خونه جیمز و اونو در حال خوردن دست و پای یک انسان پیدا کردن. جیمز همون موقع دستگیر شد. معلوم شد که یه قاتل روانی بود و به حبس ابد محکوم شد. هنوزم باورم نمیشه که یه زمانی کنارش کار میکردم. حدس میزدم. بچه ویدیو امروز من تموم شد. خیلی ممنون که ویدیو تماشا کردید و چنل اینستاگرام این بالا میذارم دوباره، حتما فالو کنید. میتونید داخل اونجا اتفاقهایی که واسه خودتون ماورایی بوده ماورایی خود زبون نمیچره و روحانش کمه، از این جنا اذیت میکردن، اتفاق واسه افتاده عادی توی چنل اینستاگرام واسه بفرستین و توی چنل میذارم و مفصل در مورد صحبت کنیم و تو ویدیو بعدی. خداحافظ.